الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز و محترم، درود و سلام خدا بر همه شما باد. به خدا پناه میبریم از شر شیطان رانده شده، از شر نفسمان، از شر کارهای بدمان. از خدا میخواهیم که بار الها گناهان ما را ببخش. بار الها به تو پناه میبریم. بار الها حق را برای ما روشن کن و به ما توفیق ده که از حق پیروی کنیم و باطل را هم به ما نشان ده و توفیق ده که از اون دوری جوییم. با برنامه دامهای شیطان هستیم. میخوایم صحبت کنیم که شیطان با چه حیله هایی وارد میشه، چه دامهایی را پهن میکنه. گفتیم که شیطان سعی میکنه مرکز فرماندهی انسان رو تسخیر کنه، اونجا اشغال کنه، اونجا سقوط کنه. وقتی اونجا سقوط کرد، اونجا گرفت، دیگه راحت شده. قلب انسان چقدر حیله به کار، چقدر نقشه به کار میبری که بتونه قلب انسانو مورد حمله قرار بدهد. قبلا گفتیم که ابلیس خسته نمیشه، ناامیدم نمیشه. ناامید نمیشه هیچ وقت نمیخوابه. برخلاف ما انسان ها خسته میشیم، میخوابیم، ناامیدم میشیم. یک کاری انجام میخوایم بدیم، یک بار، دو بار، سه بار، 4 بار، 10 بار، حالا 100 بار هم بخوایم، بعد خسته میشیم، ولش میکنیم. اما شیطان و خسته نمیشه، ول بکنه قضیه نیست. این از ویژگی‌های دشمن ماست، خسته نمیشه. پس ما با دشمنی روبرو هستیم که خسته نمیشه، ناامیدم نمیشه، همیشه توی به زنگان نشسته، در کمینه. حالا اولین بزرگترین دامی که پهن میکنه برای اینه که قلب ما را بگیره، شکار قلب انسان. قلب مرکز فرماندهی انسانه. اگه تونست اونجا را به دست بگیره، دیگه تموم شد، کارش راحته، خیلی راحت تر شده کاراش. میتونه به هر سمت و سوی که میخواد ببره، هر گناهی انجام میده. اصلا خدا را نمیشناسه. در حدیث هم داریم که پیامبر فرمودن که در انسان یک تکه گوشتی هست، پاره گوشتی هست که اگه این خوب باشه انسان هم خوب هست، اگه این بد شد یک انسان هم بد خواهد شد. شیطان قبل از هر حمله‌ای که میخواد بکنه، هر نیرنگی که میخواد به کار ببره، هر دامی که میخواد پهن کنه، نگاه میکنه که از چه دروازه میتونه وارد بشه، وارد قلب بشه. در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که شیطان خرطوم خود را بر قلب انسان میگذارد که کی انسان غافل میشه از خدا که حمله کنه. این تشبیه رسول الله صلی الله علیه وسلم خیلی جالب هست. نگاه وقت شما دکتر میخواد تشخیص بده، یه گوشی رو گوشش میذاره، بعد برای اون ضربان قلب چیز دیگه اونو میذاره روی سینه انسان و متوجه میشه که کجا طریق نفس کشیدن، چه مشکلی هست فلان. عیناً همین کارو شیطان انجام میده. تشبیه خیلی زیبایی است که جاثم همیشه نشسته. اولا در حدیث اینه که همیشه نشسته، منتظر هست، خسته نمیشه. فقط انسان غافل بشه این حمله شو بکنه. در حین غفلت، وقتی که شما به یاد خدا هستید، با خدا هستید، شیطان نمیتونه به شما حمله کنه. فقط این مدت که یه لحظه انسان غافل بشه این حمله شو بکنه. یه لحظه، ثانیه ها، کمتر از ثانیه است که حمله شو میکنه. پس همیشه خرطوم خودشو مثل که گذاشته، آماده هست
کی اشاره میرسه که آقا غافل شد حملشو میکنه. این تشبیه که رسول بیانی که داشتن بیانگر بر اساس اون آیاتی است که شیطان گفته من همیشه در انتظارش هستم، خسته نمیشم، ناامید نمیشم، از چپ از راست از جلو از پشت راه مستقیمت میشینم لقعدن، میشینم اونجا سر راه نشستم، راهی که باید انسان بپیماید. چون ما از تولد بعد و تولد تا مرگ این راهی که باید بپیماییم. در زندگیمون راه ها همه در هر راهی شیطان نشسته، هر راهی میخوایم بریم یه شیطانی نشسته میخواد ما رو گمراه کنه، چون کارش گمراه کردن ماست. الان شیطان نمیاد به یک نمازگزار بگه که نماز نخون. معقوله که بیاد اینو به نمازگزار بگه؟ نمیگه. نمازگزار که شروع کرد حالا شروع میشه، وسوسه ها شروع میشه. یه چیزایی تو نماز یادش میاره که اصلا فراموش کرده بود، یادش نبود، یا دنبال چیزی میگشت تو نماز یادش میاره که کجا گذاشتی. میاد وسوسه میندازه، وضو داری نداری. حالا ذهنشو مشغول میکنه در نماز که وضو داری یا نداری. نماز تموم میشه هنوز آقا توی این درگیری است که وضو داری یا نداره. چند رکعت خوندی؟ 2 رکعت خوندی؟ 3 رکعت خوندی؟ تشهد خوندی یا نخوندی؟ دوچار وسوسه. سوره فاتحه خوندی؟ رکوع رفتی؟ سجده چند تا؟ اصلا سجده رفتی؟ 1 سجده 2 سجده؟ رکعتاشو چند رکعت خوندی؟ همه دوچار وسوسهش میکنه. چون هدفش اینه که انسانو غافل کنه، از خدا دور کنه. شیطان هم میدونه که اون اندازه از نماز که ما درش حضور ذهن داریم، حضور قلب داریم، از ما قبول هست. باقی دیگه هیچی، باقی ارزشی نداره. بله. بعد احیانا تو نماز انسان اونو درگیرش میکنه، با فلانی و فلانی درگیری هایی که داره یادآوریش میکنه. در خود نماز برای مرتکب یه منکر میشه. نمازی که خدا اونو یک فیلتری قرار داده برای پاک شدن انسان، اون نماز میشه محل میکروب ها. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز از فحشا و منکر بود میده، اما الان در نماز دچار فحشا و منکر میشه. ذهنش تو اینه، ذهنش در اینه که با کسی که ارتباطی داره، با نامحرمی که ارتباط داره، درگیری که داره، یه منکری. نماز میشه جایی برای شیطان قرار میده برای یادآوری یک گناهی، یادآوری یک اشتباهی، یادآوری درگیریات با دیگران. هی میگه که بله این اینطوری گفت من باش این کار میکنم بهش این میگم اون میگم. نماز تموم میشه اصلا نمیدونه چی شد، هیچ تأثیر هم برش نگذاشته. خب پس چرا وقتی ما نماز میخونیم این نماز برای ما مسلمان ها تأثیری نگذاشته؟ نمازی که خدا فرموده که اصل نماز برای اینه که نماز وسیله است برای اینکه انسانو از فحشا و منکر باز داره. خود نماز شده الان وسیله متاسفانه برای در نزد بعضی از بسیار از مسلمان ها برای فحشا و منکر. حالا شیطان سعیش این است که قلبی که سلیم و پاک هست این قلب و ناپاک و بیمار کنه. قلب جایی است که خدا به اون نگاه میکند. خداوند به چهره ما نگاه نمیکنه، به جسد ما نگاه نمیکنه، به مال ما نگاه نمیکنه. خداوند به قلب انسان نگاه میکنه که این قلب چی توش هست.